اگه بخوام خیلی ساده بگم، تحصیل در مالزی چند تا مزیت داره که معمولا کسی درست توضیحشون نمیده. اولین مزیت محیط بین‌المللیه. تو دانشگاه با آدم‌هایی از کشورهای مختلف درس می‌خونی و این باعث میشه نگاهت به دنیا عوض بشه، نه فقط مدرکت. دوم، زبان انگلیسیه. جا انگلیسی فقط تو کلاس نیست، زندگی روزمره است و ناخودآگاه قوی میشیم. سومی، سبک آموزشیه. تمرکز بیشتر روی پروژه، ارائه و کار تیمیه. کمتر حفظیات و بیشتر یادگیری کاربردیه. چهارمی، آرامش ذهنیه. فضای دانشگاه آرومتره و این کمک میکنه تمرکزت روی رشد و پیشرفت خودت باشه. پنجم، تنوع دانشگاه هاست. از دانشگاه محروم به صرفه داره تا دانشگاه بین المللی با استانداردهای بالا. نکته خیلی مهمه دیگه اینه که خیلی از دانشگاه‌های مالزی با دانشگاه‌های اروپا و آمریکا و حتی انگلیس همکاری مستقیم دارن و مدرکشون برای ادامه تحصیل یا ارزیابی در این کشورها قابل قبوله. برای خیلی‌ها مالزی یه مسیر هوشمندانه است. شروع تحصیل تو آسیا با استانداردهای بین‌المللی. در نهایت تحصیل در مالزی به زمان میده که بدون فشار مسیر درست خودتو بسازی و تصمیم بگیری.